سرکوبگران زندان گنبد کاووس. مجتبی حبیبی، فرمانده گارد زندان. رحمت یازرلو، افسر نگهبان. ایندشخیم زندانیان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. مهدی خسروی، افسر نگهبان. در زندان گنبد کاووس، رفتار افسران نگهبان با زندانیان بسیار خشن و توهین‌آمیز است. تنبیه‌های بدنی با کابل و پرخاشگری‌های مکرر از سوی نگهبانان بخشی از زندگی روزمره زندانیان است. زندانیان سیاسی نیز از این رفتارها مستثنا نیستند. در قرنطینه زندان 2 زندانی شرور که از زندان امیرآباد گرگان منتقل شده بودند، با حمایت افسران نگهبان اقدام به آزار، ضرب و شتم و حتی تجاوز به زندانیان جدیدالورود کم سن می‌کردند. حقوق زندانیان سیاسی به هیچ عنوان رعایت نمی شود. آنها به همراه زندانیان جدیدالورود معتاد به اجبار به هواخوری فرستاده می شوند و تا زمان صرف نهار در حیاط نگه داشته می شوند. با ندادن حداقل امکانات بهداشتی باعث شیوع انواع بیماری‌های پوستی، به ویژه شیوع گسترده گال در زندان شده‌اند. در حالی که بیش از 90% زندانیان به این بیماری مبتلا شده بودند، حتی از دارو و درمان نیز جلوگیری می‌کردند. در این زندان حضور در نماز جماعت و کلاس‌های مذهبی به صورت اجباری الزام ملاقات با خانواده است. این اجبارها به نقض آشکار حقوق زندانیان تبدیل شده است.